سلام. واقعا از ویدیوهایی که سرتون شده یکم متنفرم. حالا یه چی بگم، هیچ ویدیوی ولاگ یک روز با من در یوتیوب فارسی نیست که دقیقا مثل همون روزی باشه که تو واقعا عادی از خواب بیدار میشی و عادی به زندگیت میرسی. خدا شکر کنید 11 بیدار. من دیروز میخواستم این ویدیو رو بگیرم حاجی. من و بوری کتری بوری اون پشته سکونه دلپذیر. زندگی من روی همین میز خلاصه میشه. امروز پنجشنبه، نمیدونم چندم خرداده. خوش اومدید. نمیدونم چند هزارمین باریه که من این ویدیو رو میگیرم، ولی بچه‌ها هر بار که این ویدیو رو میگیرم فرق میکنه با دفعه قبل. توی یه دونش 2 بیدار میشم، توی یه دونش 8 صبح بیدار میشم. الان که مثلا دیگه 10:30 فکر کنم زندگیم الان به ثبات رسیده. خب این روز زیبا تا جایی که میشه باید معمولی انجام بشه، یعنی تا جایی که میشه باید اون روزی باشه که من واقعا در طول روز انجام بدم. ولی خب بیس زندگی در خاورمیانه این شکلیه که شما وقتی صبحونه‌تون رو می‌خوری یا کاراتو انجام میدی، ترجیحاً اصلا قبل صبحونه، قبل از اینکه صورتتو میشوری، اینه که بری اخبار بخونی. مثلا مثال میزنم جدی، دیشب داشتن میزدن، امروز صبح بیدار شدیم دیگه نمیزنن، دارن توافق. این بلبلی منه. همون گربه‌ایه که FIP گرفته بود، کرونا حیوانات. و بچه یه توضیحی هم راجع به چنل مطلی استریم بگم. ما قبلا که توش ولاگ میذاشتیم ما داشتیم استریم به راه میکردیم، بعد که استریم به راه شد دیگه توش ولاگ نداشتیم، استریم گذاشتیم. بعد فهمیدیم که اوه نه، شماها ولاگ های منو خیلی دوست داشتید داخل چنل مطلی استریم، خیلیاتون اومدین فوش و بد و بیرا و خدای تکنولوژی هم آقا ما ولاگای تو رو دوست داشتیم، ما چرا اومدی دیگه استریم گذاشتی؟ نه ما دیگه استریم نمی‌کنیم. نه استریم که بچه ما داخل چنل مطلی استریم تمامی استریم ها رو دوست داریم که به صورت کوتاه شده برای شما اینجا بذاریم و داخل همین چنل و کیک عزیزمون که اینجاست آیدیش داخل دیسکریپشن هم هست قرار براتون استریم بذاریم و ما ولاگ‌ها رو دیگه این دفعه قطع نمی‌کنیم. ما اینجا دیگه ولاگ‌های هفتگی عشقی رو برای شما میذاریم که ما اینا یه دستگرمی گرفتیم یک روز با پولدارترین و جذابترین یوتیوبر ایرانی. میخوایم ببینیم که این یوتیوبر ایرانی که اینقدر پولدار و جذاب و دخترکش و سوسکش و حشره‌کشه روز خودشو چجوری میگذرونه. 11:30 و ما هیچی از ادامه روزمون نمیدونیم. میخوام زنگ بزنم به رفیقم ببینم رفیقم کجاست. سلام. سلام، خوبی؟ قربان شما. چه خبر؟ هیچی. بگردیم حالا خونه شد. بگردی دوباره خونه چی شد؟ آره یارو پیشون داد مثل این که یکی ببینیم اون چه میکنم دیلمان یعنی پیدا شده. باش که میری؟ من دو بری تا چه کنم؟ آقا برم باشگاه دیگه. نمیر باشگاه الان؟ آره من شب میبینم. آره برنامه چیه؟ هیچ، من کارم انجام بدم بعد شب آرامش میریم بیرون. خب عملا ما الان کاری نداریم. ما تا زمانی که بریم باشگاه هیچ کاری نداریم. باشگاه من یه سورپرایز ها. من دیگه کاری ندارم حقیقتش. میخوام بشینم یکم بازی کنم. عشقی آقا واقعا این 6 ماه اینقدر بازی کردم کاری هم نمیتونستم بکنم و میترسیدم از خونه برم بیرون مثلا پول خرج کنم، واسه همین نشسته بودم خونه داشتم بازی میکردم. یک روز با پولدارترین و جذابترین یوتیوبر ایرانی. بازی که الان دارم میکنم مال خاصی نیست، چیز خاصی نیست، یه دونه بازی میکستیپه، به شدت بازی دخترانه ای. مثلا عجیبه من دارم بازی میکنم ولی خب خیلی بازی جالبیه. یه 3 ثانیه از میکستیپ رو برای بچه‌ها بذار لذتش رو ببرن. ما که نمیتونیم اینجا. من برای اینکه آقای ادیتور گیم پلی میکستیپ رو به شما نشون بده من شما رو میبرم داخل این هیزگولان. ساعت 12:30
داشتتون با آماده بشه بره کم کم باشگاه. چیزایی که مامانم میگه نه خودشون. بچه من حقیقتا این 6 ماه عزیز رو 6 ماه بدبختی رو باشگاه بدنسازی میرفتم و خوب بود، تا یه جایی خوب بود، تا جایی که دیگه داشتم حس میکردم بدنسازی داره تکراری میشه، حرکاتش داره تکراری میشه و می‌بینی قبلا خیلی دوستش داشتم ولی هرچی بزرگتر شدم دیگه اینجوری بودم که چه ورزشی. من فقط دوست ندارم بدنم گنده بشه، هیکلم خوب بشه. مگه من هاگی چوپانم؟ داداش من یوتیوبرم، من باید کارهای عجیب غریب بکنم، من باید دیوونه بازی در بیارم. بنابراین من یه ورزشی رو انتخاب کردم که مناسب حال خودم باشه، مناسب حال دلم باشه و اسمش رو نمیگم تا بریم اونجا. از بیداری داره مغزم منفجر میشه. آماده یک ورزش حرفه‌ای هستید یا نه؟ آماده این هستید که ببینید علیرضا مطلی چی هست اصلا یا نه؟ توی ماشین من همیشه بوی غذا گربه. یکی از وسایل باشگاه من اینه. شما فکر می‌کنید این مت یوگاه، درست فکر می‌کنید. من یوگا رو شروع نکردم ولی خب توی ورزش من از این باید استفاده بکنم. علیرضا قبل از اینکه ما بریم باشگاه ما اول باید بریم جیم بادیمون رو برداریم، جیم بادیمون رو سوار بکنیم و با جیم بادیمون بریم باشگاه. توقف بزن تو برنامه اسنپ، توقف بزن. وای اون یکی هست. پر انرژی آقا به بچه من نگفتم هنوز چه ورزشی من شروع کردم. ورزش جدیدیه بچه هر کسی کدوم ببرم. آقا ما تو ترافیکیم، میبینی چی؟ میبینی داره انرژی میفته، میبینی انرژی قبل باشگاه داره میفته. آقا آرشام ما قبل باشگاه به بچه بگو چیکار میکنیم؟ ما آهنگای هایپ گوش میدیم مگه نه؟ ما یه آهنگ میذاریم بتره کنیم قشنگ قبل باشگاه فول انرژی بریم داخل. بذار داداش کت بزن. عشقیای گلم ما ماشین رو پارک کردیم داریم میریم یه قهوه بخوریم. ناکن من واقعا داشتم به بچه‌ها میگفتم آقا موقعی که ما یوتیوبرها کلا میخوایم ویدیو یک روز با من بگیریم هیچ کدوم از اون کارهایی که تو اون روز انجام میدیم و در حالت عادی از انجام نمیدیم. مثلا واقعا بچه‌ها ما قهوه نمیخوریم مثلا قبل باشگاه، جدی. حاجم اینو بگیر مهمون من امروز برو براش تعریف کن. چی؟ نامش نمیدونم، داشت یادم رفته. پولدارترین و جذابترین یوتیوبر ایرانی. ما کل زندگیمون رو گذاشتیم تو این کار، شب و روزمون رو گذاشته بودیم تو این کار، ولی به گوز بندیم دیگه، یعنی به گوزن ما قطع میشیم. اینا رو بگیرید دانلود کنید، سیو کنید، بعداً به جای فیلم‌های سینمایی هالیوودی که مثبت 8 نمره آی ام دی بی شونه اینا رو نگاه کنید. کارو بگیر. بیار بالاتر ببینم الان میبینم. زیاد به فیلم برداری اگر من توجهی نمی‌کنم خاک تو سرم. چرا میریزه همه دنیا و آخرت. آبم با بخوریم؟ آبم بخوریم من که درم اینو من نمیدونم آقا این فکر کنم واقعا بربره. سلامتی جمع. آقا بریم تمرین. یا علی مدد. ورود زدیم. آقا سلام علیکم. آقا تجهیزات اومده. ممنون از شما. اگر تا الان اسم تمرین من متوجه نشدید اسمش کالیستنیکسه. بریم براش. بریم باید عرقی که میبینید فقط واسه گرم کردن تمرین ما تازه داره شروع میشه. آقا استارتو بزنید مشتی. یا علی یا علی. گذاشتیم سنگینش کردیم که برای تو ویدیو بگیریم.
دایی؟ هم مربیمون رو بهتون نشون بدم. عمو دانیال هیکل. بعد ما هر بار باید بریم روی تصویر نگاه بکنیم ببینیم که حرکت بعدیمون چیه. دمت گرم علی جان. عزیز دلمی، مرسی از خودت که اینقدر به جوونا روحیه میدی. آره واقعا بچه‌ها بیایید. بهترین ورزشیه که من در طی این سال‌ها ورزش کنم. آریگاتو. عمو دانیال می‌خواد واسه ما حرکت بزنه. حتما. ماشاءالله علی. ماشاءالله علی. واقعا خسته نباشید شما بچه‌ها، خسته نباشید. اصلا نگاه کردن سخت. ما که بچه‌ها دقت کرده باشیم ما خودمون رو ویدیو نگرفتیم چون کسی نیستیم. مثلا ما از آقا دانیال پرسیدیم که اون حرکاتی که آقا دانیال و علی جون زدو چه میتونیم بزنیم. حداقل یک سال دیگه ما یک سال دیگه بعد مثل چی بیایم. ما یک سال دیگه من و علی اینجا براتون حرکتای باحال میزنیم. آخه هر کی نزنه داشت سگه واقعا. یه سال و نیم دیگه. ساعت چنده؟ 4:19. سلام. می‌بینی فرق کالستنیکس با مثلا ورزش‌های دیگه که خیلی باش حال میکنم اینه که بچه‌ها بعد تمرین ورزش‌های دیگه خیلی خستتون میکنه. مثلا من واقعا بین ست بدنسازی میخوابیدم، ولی اینجا وقتی تمرینت تموم میشه تازه شروع میشه. شما یه لحظه این صحنه رو ببینید بچه‌ها. عالی عالی. همه گربه‌ام توی قاب. خواب بودم بیدارم کردی. آمان عشقی ببخشید. من خدای تکنولوژی هم 10 تا انشن، 10 تا مایکل فارادی، 10 تا تسلا. قشنگ گفت دوربین رو ببر کنار. واقعا دمتون گرم. واقعا دمتون گرم. آقا به به. آقا به به. ما بریم این نهار رو بخوریم، بعدش بریم یه دوشی بگیریم، بریم به ادامه این ویدیو برسیم. 4:47 دقیقه است. 4:19 دقیقه اومدم خونه، شیک‌تر تمیز دیگه تمام. من خدا وکیلی چیز نیستم، اعتماد به نفس اینو ندارم که بدن نشون بدم. ان شاءالله هر موقع درست شدیم بر چیز میکنیم، ما هم ورزشکار میشیم. آقا من قرار بود که آدرس باشگاه رو بگم بهتون. بچه‌ها من باشگاه پرایم میرم برای ورزش کالستنیکس و شما میتونید تشریف بیارید اگر این ورزش رو دوست دارید و دوست دارید حرکت‌های آقا دانیال و علی رو برید. میتونید در کنار ما همراه باشید. خیابان سرگل، حد فاصله میدان سرگل و قلی‌پور، باشگاه پرایم. همینقدر میدونم، بیاید میبینیدش. زیر نظر آقای مربی دانیال اکبریان بریم تمرین میبینیم. عشقای من ایده خدا وکیلی. اعتماد به نفس اینو ندارم که بدن نشون بدم. یکم بچه‌ها کامنت بذارید، لایک کنید، هایپ کنید، من موتیویشن بگیرم، من انگیزه بگیرم. به امید خدا یه دونه تناسب اندام بیاد اینجوری براتون ویدیو بگیرم. خدای میبینید اما علی تیپ زده، داشت قرار داره و داریم با خوشگل‌ترین دختر دنیا قرار گذاشتیم بریم بیرون. وای خیلی گرمه، سیاه روشن، شارژ نداره این. چرا توی ویدیو 24 ساعت من روتین پوستی بهتون نشون بدم؟ روتین پوستی من ندارم، آب میزنم فقط، ولی زیر بغلم اینا میزنم، بادی اسپلش، ولی شما اینو نزنید. همون در میاد سری یه دونه اینا میمالی به خودت، بعد سری میاد یه دونه اینا میمالی به خودت. آب میزنم فقط. ما داشتم میگفتم ببینید بچه‌ها، من یه مشکلی که توی ویدیو گرفتم دارم، اینو دیگه دارم واسه عشقام میگم، اونایی که دیگه واقعا عشق دو طرفه بینمون هست. چی میبینی همینجوری حرف میاد تو ذهنم، قبلیه یادم میره.
سلام. خوشگل. من تو ویدیو قبلا گفتم، حالا بازم بگم دیگه، خالی از لطف نیست گفتنش. ما الان یه گربه خیابونی تحت درمان افایپی داریم که داریم درمانش میکنیم به کمک شما و تا الان زحمت کشیدید. 48 میلیون تومان واسه جمع شده، ولی خب هزینه درمانش خیلی زیاده. در طی 3 ماه اولوش 180 میلیون باید جمع بشه. سلام. نمیدونم کجا داشتم میگفتم که به کمک شما تونستیم 48 میلیون تومان رو جمع آوری بکنیم و خب بیماری خیلی سختیه. سلام. بیماری خیلی سختیه. اگر شما هم دوست دارید بهش کمک بکنید، ما لینک دونیتش رو گذاشتیم داخل دیسکریپشن که اگر خواستید شما هم کمک کنید. هرچند کم میتونه سازنده باشه. وای پیشی از همین آستاره واقعا یکتا رو بخوای از گربه دور بکنی سخت‌ترین کار جهانه. خب چی دوست دارید؟ نمیدونم. خوشگل. جاهای خوشگل زیادی در استان گیلان داریم. هیچ وقت از یه دختر نشد چی بکنیم و کجا بریم. آره هرچی هم بگیم چی بخوریم و از من بپرسیم. چی خنک بخوریم. چی بخوریم؟ چند سال الان رابطه داریم ما با هم؟ 2 سال؟ 2 سال خورده ای؟ سال اول بود میرفتیم این ور میرفتیم اون ور، این ور اون ور، این ور اون ور، خوش بگذرونه. دیگه بابه دیگه نمیدونم. الان منم یه جا میرم که تا حالا نرفتم. حقیقتش هم بخواید نمیدونم دارم کجا میرم. جدی واقعا دیوانه این جاده‌ام بچه‌ها. آخرین راهکار من برای اینکه کپی رایت نخورم. 150,000 تومان ورودیش بود. باورم نمیشه. اوه چقدر قدیمی اینجاست. یکتا من یه گوی خوردم. چه گویی؟ یه برگرده. چرا؟ چیکار کردی؟ من پا زدم امروز. منو دیگه بسته دیگه، منو کمتر ببینید. بریم یکم از زیبایی‌های جلو رو ببینید. آره خیلی اون میدم پا نزدم اون روز. جان سلام. آره چرا که نه حتما. فهمیدی؟ تو قلعه رودخانه منو میشناسن. بعد بابات بهم گفت مدرک دانشگاهیت کجاست، من چی بهش بگم؟ بگو بریم تو خیابون ببینیم چند نفر میشیم. سلام. حال شما خوبه؟ خسته نباش. ممنون. خاله جون این توش شکر و خرماه؟ یه دونه از این بی زحمت. یه دونه سیب زمینی. یه ذره کمه. چشم راحت باشید شما. لطفه. خودتون برکت. 2 بار اینو نزدی 3 بار اینو بدم. فهمم چی داره یه عکس با لباس محلی میشه بگیری. ها؟ نه این نیست که من میگفتم. بعد بگید دخترها با چیزای سختی خوشحال میشن. سخت که الان 500,000 تومان من الان خرج کردم. سخت منظور چه سخته؟ 500 میلیون مثلا. اگه 500 میلیونه که همین الان سر کوچه میذارم. به 4 دقیقه آخر رم اسمان رسیدیم. بچه‌ها ما حقیقتش دیگه خوراکی ها رو خوردیم دیگه بس ما برگردیم سمت رشت، چون که شب یکتا خانم با سریع بره خونه و من بویز نایت دارم. با رفیقام قراره برم بیرون. به بویز نایت خوش اومدید. این فقط ازش مونده. من میخوام همین جای کار شما رو به خدای بزرگ بسپارم و بکنمتون تو دهن حامی. لول بره بالاتر.